سلام و احترامات زیاد و تماشابینان ما. حال حاضر از یک سایتی بریکس خوندم که ایران راکت‌های گیپرزوکوی راکت ساخته است که در 2058 کیلومتر در 400 سکند قریب 7 دقیقه میپرد. گیپرزوکوی که радар مثلا این چیزایی که چیان تماما اینا گفتیم که نمیتوانند که اینا آگاهی یابند تا حتی در 7 دقیقه 2058 کیلومتر میپرد. آنها فکر کنید که این چی راکت است. این در عالم این یک نویگری نو است از ایران. خلاصی گپ که باز همین مذاکره که داشتن بین ایران و امریکا باید که در شویتساریا گذارد این نوبت. خیلی اکو بسیار واهمه میکنن امریکا هم که من کارم رو میکنم این هر واهمه میکنن نه که با فکری من که نه به خاطری که در گلوگای همون ارموز تانکرهای کشتی های چین رفت آمد دارند. کارشون رفته ایستاده است. نفت میبرند میکشونند. امریکا هیچی گفته نمیتونه که چین گفته است که اگر که با یگان ضرر رسد به کشتی های من یگان چی باشد من با این جنگ داخل میشم. خلاصی گپ که امریکا یگان صدا نبرآورده است. مملکت های اروپا هم در یک سایت گفته شده است که تا حتی باید که با یک راهی گفت شنید همین کار حل شود. گفتند که با خداوند خودش میداند نه که از بسیار نیرنگ ها باید آگاه شد. این باز ایران هم قفا نمی رود. بسیاری از اوران دست گفتش نمیکشن. باید گفته که همون در پاکستان مصاحبه کردن در هم وقتی گفته شنید با گفته که امریکا گفته باشد که تا 20 سال قطع اورانیوم میکنی. ایران گفته باشد که تا 5 سال. تا چی درجه راست است این ما چی نمیدونیم ولی همه خیلی گفته شنیده رفته ایستاده است. بسیاری پونکت هایی که همین گفته شنید بود قبول کرده است. قریب 70% امریکا. لیکن درباره همین اورانیوم همین ارموز ولی گفته شنید رفته ایستاده است. ولی نامعلوم اکنون بود دوامش در شویتساریا باید روزی پنجشنبه به فکرم شود. خداوند اکنون تنجی شود. باز یک خبر دیگه که با گفته که در وقتی گفته شنیدی پاکستان در پاکستان بوده بن سلمانی سعودی مخفی تلفن کرده باشد که به هر راهی که باشد ایران رو زنید خب با اتم هم باشد. این هم اسرائیل هم بن سلمان به خاطری که گفته است اگر برد کند اگر ما رو چی با ما فشار میارد. هم خیلی گپای چی فشار هم که نمیارد. نه این اگر که ایران برد کند این 100% مملکت های دیکتاتوری که در همون نیم جزیره عربستان هستند از سر دولت به طوری اتوماتیک از بین میروند. سردارانشون دیکتاتورها به خاطری که تا حاضر رنگی همون چیاره یک مجبوری مردم زندگی میکردن. خب آرام گپ زدن نمیتونستن. اگر که ایران برد کند من باور دارم که
بسیاری مملکت‌های دیکتاتوری که در عربستان سعودی شاید که از سر دولت روند، خواه به خوبی خواه به زوری خواه به هر حال این انیق است. به خاطر که اونها را امریکا همچون یک مارینت که لختک استفاده میکرد. برای سیاست منفعت سیاست دولت فرق ندارد که کی است در سر دولت، مهم که به فایده همون فشار آورنده باشد. سیاست همین است. اگر که همه اون مردم اونجا مرده رفتن گیرد پروایی ندارد دیگر دولت ها آزادی، این گپ ها همش یک سفسطه دروغ است. یگان آزادی یگان چی نیست. مهم با منفعت سیاست با منفعت همون دولتی گبزن باشد. خلاصه بسیار هم خیلی گپا اکو رفته سودا. انشالله من باوری من فکر شخصی خودم که باید که جنگ نشود، به خاطری که امریکا بسیار وایما میکند، ایران پس نمی رود. در منطقه هست که مثلا در خانه ایران است و از امریکا تا او کشتیاش یارق و اسلحه میارن که این دریجه همش تیار است. بعد باز همون کشتی های خوردی راکتادور حاضر نو تیز حرکت که خورد هستند که تیار کرده است بسیار به طوری وسیع ایران هم. اکو از طرفی اینو بسیار در همون برها تیز حرکتن که بسیار ضرر میرسونند. همین راکت هاشون تیز رو هستند. از طرفی امریکا ما نمیدونیم، او هیچی خبر نداریم که او چی دارد چی ندارد. همین خیلی میشنوید که از پرزیدنتی امریکا دونالد ترامپ که من مثلا میزنم مهلت میتید، مثلا خیلی میکنم، این خیلی گپا هست. دیگه ما یگان دیگر خبر نداریم دیگه که او چی کار میکند. لیکن همه مسئلت هایی که با گفتی که امریکا همه مسئلت هایی که در همون پاکستان شد اساسش فرمان مجتبی هماینی است. همه فرمان ها با واسطه او میبرد و همون فرمان رو میدهد. خلاصی گپ خدا نگهبان شما باشد. باز یگان اگر خبر شد انشالله ما پیشکشی کدام ما را که تماشا میکنه میرسونه. خدا نگهبان ما و شما باشد. در پناه الله باشید. لایک و همین ابونه شدن یکی خاطرتون نبره فراموش نکنید. سلامت باشید تا آخری.